احمد گوهری، فرشاد فرجی، علی نعمتی، رضا اسدی، مهدی ترابی، میلاد سرلک، احسان پهلوان، وحید امیری، رامین رضاییان، شرزالدمیرف و سعید آقایی بازیکنان تیم پرسپولیس هستند و استقلالی ها با سید حسین حسینی، عارف غلامی، روزبه چشمی، مهدی پور، کوین یامگا، جعفر سلمانی، وریا غفوری، رافائل دا سیلوا، محمد دانشگر، امیر ارسلان مطهری و امیر حسین زاده به بازی آمدند. هم با آرامش بیشتری ضربه را بزنه. یه فرصت برای استقلال، آفساید هم نیست. حالا حمله میکنن، ببینیم ما تو چه میکنن. رد میشه، میزنه، گوهری میگیره. یک فرصت. نظر داور مسابقه چیه؟ حالا صحنه رو نگاه کنیم اینجا ببینیم چه اتفاقی افتاده. گلر برمیگردونه و به حال باید ببینیم نظر کارشناسان داوری چیه. احمد گوهری هم اومده رو 6 قدم وایساده. حالا ضربه زده میشه، ضربه سر از یاران پرسپولیس. چشمی میزنه، یه ضربه سر دیگه. فرصت حالا هست، ضربه نهایی زده میشه اما باز هم توپ به کرنر میره. چه فرصتی بود، موقعیت خوبی بود که میتونست که یامگا دروازه رو باز کنه و احمد گوهری یه مقدار شتاب زده عمل میکنه. نگاه کنیم اینجا این فرصت که با برخورد به یاران پرسپولیس دست راستش آورده بالا که حتما علامتیه برای همتیمیاش. میفرسته برای رافائل از رو چاپچوب بالا میره و به پشت دروازه میرسه. حالا برای شماره 77 سعید آقایی روی دروازه، یه ضربه سر، یه فرصت، یه چرخش و توپ به بالای دروازه میره. توپ به بالای دروازه میره و گل نمیشه. نگاه کنیم این حرکت از یاران پرسپولیس، این چرخش از رضا اسدی، اما خب توپ به چارچوب وارد نشد. اعتراض میکنن به فاصله کم مدافعان پرسپولیس. یه بازیکنشون هم روی زمین دراز کشید تا اگر حالا ضربه زده میشه و گوهری دوباره برگشت توپ. فرصت برای یاران استقلال و گوهری. باشه آروم باشید، این حرفیه که گوهری داره میگه. نگاه میکنید که چجوری گوهری به یاد منصور خان پوریدری بودن، گروهی الان به یاد هادی خان نوروزی هستن. یاد هر دو بزرگوار به خیر باشه و روحشون شاد باشه. استقلال فرصت داره، ضربه رو هم میزنه اما بازم گوهری توپو میگیره و کوین یامگا متحری مقدار گمه و اشتباه میکنه، توپ از دست میره. دوباره دا سیلوا، یه پاس با شنفا، آفساید نیست. فرصت برای یاران استقلال فرصت داره به بیرون. کی میزنه این توپو؟ یه ضربه آروم و در دستان احمد گوهری که باعث میشه روحیه بیشتری هم بگیره. ارسلان زد توپو. اینجا رو نگاه کنیم، کمک داور اعلام کرد که آفساید نیست، بازی رو دنبال کنید. آمدن جلو، این پاس به عقب، ارسلان یه لحظه توپو کشید عقب‌تر. دوباره فرصت برای پرسپولیس، وارد محوطه جریمه شدن، به بیرون میفرستن. یه فرصت دارن، حالا فرصت، ضربه بعدی باز هم گل نمیشه. هیاهو ورزشگاه همچنان برگشته و تماشاگران هم در این ایجاد این بازی زیبا نقش دارن واقعا جر بشه. نگاه کنیم صحنه رو. اینجا حسینی برمیگردونه، بعد دوباره یه حرکت دیگه و نهایتا اتفاقی که رخ نمیده و هیچ دروازه‌ای تا اینجا باز نشده. 34 دقیقه رو میگذرونیم بدون گل مساوی. یه حمله دیگه، فرصت برای پرسپولیس، موقعیت دارن. حالا ببینیم چی کار میکنن. پاس به عقب، یه شوت و به کنار دروازه.
به کنار دروازه میره توپی که این بازیکن میزنه. نگاه کنیم کار عالی احسان پهلوان رو و این شوتی که محکم بود اما دقت لازم رو نداشت. دوباره کوین یامگا، مهدی پور واسه تو در، یه فرصت، یامگا پا به توپ نمیشه، یه ضربه و به بیرون میره، این توپ هم به بیرون میره از ارسلان مطهری. هیچکی تو آزادی آرام و قرار نداره، همه در هیجانن، آبی ها و قرمز ها بالا پایین میپرن. نگاه کنید این توپ با فاصله ای کرد، خیلی کرد، به بیرون میره و تلافی میکنه یا نه. همین چه روی دروازه یا توی دروازه قرمز ها به گل میرسن. رامین رضاییان پس گل میده و قوقایی در بین طرفدار قرمز نشان میشه. یکی پرسپولیس جلو میافته و نتیجه رو 1-0 میکنه. شرایط خاصی در ورزشگاه آزادی حاکم شده. یه ضربه ایستگاهی تماشایی، یه ضربه سر دیوار و یه گل فوق‌العاده برای بازیکنان پرسپولیس. فرهاد مجیدی حالا نگاه میکنیم صحنه رو، حسینی هرچه تلاش کرد به توپ نرسید و فرشاد اشک‌ها و لبخندهاست. فعلا باد به پرچم قرمز ها میوزه. حالا استقلال، حالا فرصت، حالا ضربه، باز هم توپ بیرون میره. در دید نزدیکتر طرفداران پرسپولیسه. یه فرصت برای استقلال، موقعیت داره، اگه پاس به بیرون بندازه میزنه، خودش مستقیم میزنه. چه موقعیتی بود، چه پاس به بیرونی میتونست بده ارسلان و چه گلی میتونست بسازه. همکاران خودش صحبت میکنه. واکنیم یک توپ دزدی حرفه‌ای از ارسلان اینجا. البته خب واقعا فرصتی که بتونه فکر کنه که پاسو چجوری بدم نداشت و تکل بازیکن پرسپولیس. کوین یامگا توپ خوبی گرفته، یامگا پاس میده، فرصت برای استقلال، قاطی میکنن بازیکن‌ها، قاطی میکنن و نمیتونن گل مساوی رو بزنن. چه فرصتی بود، چه فرصتی بود که تعیین نکردن این که کی ضربه رو زودتر بزنه باعث شد از دست بره. نگاه کنیم این اتفاق. استقلالی ها تو زمین خودشون نگه داشته. یه فرصت دیگه، این بار حالا حسین زاده میره برای کنترل توپ. حسین زاده توپش رو میزنن و برمیگردونن. رامین رضاییان میزنه، دوباره رامین، باز هم حسین زاده درگیر، توپو پس گرفت. حالا فرصت برای حسین زاده، یه دریبل دیگه، یه فرصت، یه ضربه. حامد پاکدل هم آماده است تا به بازی بیاد. ضربه سر، استقلالی ها حالا دیگه باید فقط سانتر بکنن. یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه. رو دروازه، گل! توی دروازه، توی دروازه، گل! تعویض طلایی فرهاد مجیدی. چه خبر شده تو ورزشگاه، چه قوقایی شده تو ورزشگاه. حالا باد به پرچم آبی ها میزنه، حالا باد به پرچم آبی ها میوزه و آبی ها هستن که خوشحالن. حالا جای اشک‌ها و لبخندها عوض شد. حالا استقلالی‌ها میخندن و پرسپولیسی‌ها ناراحتن. فرهاد مجیدی چه تعویضی میکنه. سانت این دستور فرهاد مجیدی بود که انجام شد و سید جلال دیر به بازی رفت. شاید اگه سید جلال زودتر میرفت پرسپولیس این گلو نمیخورد. رودی جسد شاید سریعترین گل تاریخ فوتبال خودش رو زد. نگاه کنیم یه بار دیگه. صالح اردانی میفرسته شیرجه جسد و نتیجه 1-1 مساوی میشه. دو گل تقریبا یه شک در بازی رو دیدیم. یکی برای پرسپولیس با پاس عالی زیبایی که یاران استقلال به توپ میزنن. 1-1 مساوی. یحیی تا کجا رفته تو زمین ببینیم. به سینه داور میزنه. رفتار خوبی نیست. امیدواریم خویشتن‌داری بکنن و کنترل بکنن خودشون رو.
نگاه کنیم مشکل چیه. شاید اعتقاد داره که آفساید بوده. گل به ثمر رسیده. داور هم با دستش اعلام کرده که گل مورد قبوله. یحیی ناراحته. حتی مهدی پور هم میخواد که یحیی آرامش خودش رو حفظ بکنه. سهیل مهدی هم اونجاست. پرسپولیس در لحظه‌ای که گل خود 10 نفره بود همچنان یحیی گل محمدی از آرامش خارجه. این بار حالا چراغ‌های موبایل استقلالی ها روشنه. سعید آقایی تو اون لحظه مصدوم بود و بیرون بود و خب تعویض هم انجام نشده بود. ببینیم تصمیم داور نسبت به حرکت یحیی چیه. همچنان آرامش خودش رو سعی میکنه که به دست بیاره.